درود و عرض ادب خدمت دوستان. ما طبق علائم به یک چشمه نیاز داشتیم. ما تقریبا پشت کوه به مسافت تقریبا 3 کیلومتر چشمه مورد نظر رو پیدا کردیم. حالا تو این محیط باید دنبال علائم دستگذار، نشونه های دستگذار یا تراشه های دست باید بگردیم پیدا کنیم. نهایت به این محیط رسیدیم. محیط بسیار آشفته، شلوغ و پر از سنگ می باشد. خب توی این محیط ما منطقه‌ای رو پیدا کردیم که سنگ‌های تراش خورده، سنگ‌های دستگذار، سنگ‌هایی که بسیار حجم بزرگ، یعنی سنگ‌هایی بوده که با تکان دادن فقط یک سنگ‌های دیگه رو سر آدم آوار می‌شد. محیط بسیار عالی. حالا ما اینجا نیاز به یک علائم نشون مخفی داریم. ما بعد از جستجو یک جوغن کاسه مخفی رو پیدا کردیم، کاری بسیار زیبا و عالی. جوغنی که اصلا به این راحتی ها قابل رؤیت نیست. این هم جوغن ما. کاریست بسیار عالی و خوب که نقطه آخر کار ما رو بعد از 3 کیلومتر به ما نشون داد. پاینده باشید.